گفتم سال 1990 وقتی که نوروزی ها سر شد من دانشجو بودم، در دانشگاه نصیر اقتصاد کورس 4 میخوندم. اما وقت در خود کنار شب سیرپرانه ها شنیده میشد و تیری دایدوی اومده با من رسید. اما وقتی اینجانی من ماهی بستری میبوشم. قریب 29 سال شد و ماهی باکسه هم 29 سال بشد و همین هر بچه مایبی حرکت میکنم. البته اذیت جسمانی اونقدر به شخص تاثیر منفی نمیرسونه، ولی اذیت روحی بسیار به شخصیتی که تاثیر منفی میرسونه، چون که شخص وقتی در خانه خواب است امکانیتی به کوچه برآمدن نداره، خود را تنها حس میکنه، خود را برای جمعیت نودرکار حس میکنه. همین چیزها کس را بسیار راه افزوده میکنه. خوشبختانه من توانستم که از این وضعیت بیرون برایم، چون که وقتی که ایجاد میکردم و شعر مینوشتم دوستان مسئولیت دادن، ایجادکارانی که بودن در این محفلی که در این شهر عمل میکرد و برایشان راجع به خدا دادن، اما مسئولیت دادن که به خود یک تخلص انتخاب کرده شعر نوشتن گیر انشاءالله شعر از خواننده خود رو مییابد. و من با همین تخلص سربندی رو انتخاب کردم و نوشتن شعر آغاز کردم. سال 2003 مجموعه اولین رو با نام آهنگ دل چاپ کردم. بعد همون روز علاقه من با جمعیت خیلی خوبتر شد، چون که بسیار نفران به پیش من میومدن شعر درخواست میکردم، شعر فرمایش میدادن و من حس کردم که برای جمعیت من نودرکار نیستم، من میتوانم نفع خود را به همین جمعیت و دولت رسانم. و بعدا این مجموعه های دیگر رو با نوبت چاپ کردن گرفتم. اگر بگیم که از پشت شاعری کس زندگیش خوب میشود، این خیلی نیست. این همچنین یک خوبی است برای من. لیکن میتوانم که فرض کردیم اگر 2000 تومانی کتاب چاپ کنم، یک قسمتش رو برای دوستان هدیه میکنم، برای خویشتن و برای رفیقان، و باقی مونده‌اش رو میفروشم. خیلی ممکن اگه 300-400 تومانی به من فایده مونه. لیکن اصلا از روی نفقه زندگی میکنم. نفقه 751 تومان میگیرم. موافق فرمان پرزیدنت محترم از ماه سپتامبر 103 تومانی دیگر اعلام میشود. اما قدر مبلغ باید هم نیست. بعد کمک میکنم، خویشتن هستم برای بهترین زندگی و قدر امکان یاردم میکنم. من قطاری مردم هم زندگی کرده گشتیم، شاهانه هم نباشد، میانه زندگی میکنم. خداوند انسان رو خاص میکنه، البته در او استعداد رو هم جا میکنه. فقط مشکل داره نسی باید همون استعداد رو خودش رو براره. هر یک در خود استعداد دارد، باید همون شخص استعداد خود رو دریافته، از پای رسیدگی از پای زندگی شود و نفع خود را به جامعه رساند. این هم با توصیه دوستان گفتن تو که امکانیتی به هر جا رفتن نداری، خوب میشود که در یگان شبکه اجتماعی در کردیم سایت خود رو شده شعرهایت رو میتوانیم معرفی کنیم و شعرهای دیگر رو بخوانیم. و من سایت ادنا کلاسیک اول شده دادم. بعدا دیدم در اونجا هر گونه آدم ها هستن، آدمانی که شعرها رو دوست می‌دارن کم بودن. بعدا دریافتم که در فیسبوک ایجادکاران بسیار هستن، شاعران نویسنده می‌کنید، ارجمند محمدشون قریب در همونجا سایت به خود دارن. بعد به فیسبوک گذاشتم، در اونجا گروه خود رو با نام دفتر شعر علی جان شدم. و تا حال در شبکه اجتماعی فیسبوک فعال هستم، شعرهایم رو میگذارم، بهای دیگران بها میدیم، بعضا کمبودهای خود رو دریافت کرده اصلاح میکنم و شعرهای دیگران رو میخونم. عموما فیسبوک یک دنیای مجازی برای من شد که با تمام جمهوری، حتی بیرون از جمهوری میتونم در تماس باشم. دوستانی زیاد پیدا کردم
و بسیار شاعران نویسندگان شناسیدم. بعضا ابخلمان و من مراجعت میکنم شعرهایشون رو دیده بودم و من به چون طرف خودشون رو اجرا میکنم، شعرهایشون رو بقدر امکان تحریر میکنم تا جایی که خودم بتوانم و این یک وسیله شد که من خود رو بیکار چیز نمیکنم. حتی در اون فیسبوک بعد ورق میزنم، شعرها رو میخونم، الهام هم میاد و بود یکون شعر نو پیدا میشود در همون گروه خودم میگذارم. بعدا اونها رو در وقت بیکاری از صنف تحریر کرده جمع میکنم از چوب میبرم مجموعه. بسیار دوستانم وقتی که در فیسبوک شناسیدم و بعدا مشاوره ها تشکیل کردیم بسیار بر آنها پسند اومد. اکثریتشون اومده از احوال من خبر داشتن، شناسیدیم باز از نزدیک. حتی از خود پنجکین استاد اسماعیل ظریفی، استاد ابراهیمی نقاش از پنجکین به دیدن من اومدن. سر یک پلاشه بسیار صحبت‌های جالب داشتیم. عموما هر سال دو سه مرتبه نفرانی هستن که خواهشی از نزدیک آشنایی پیدا کردن با من میکنند و عودت من میگیرن و من از ایشان بسیار می‌نازم.